ویدئویی که میتونم بگیرم. اینجوریه که یهو به ذهنم رسید چیزی بگم. فکر میکنم گذاشتن چهره‌ت روی فضای مجازی واقعا یکی از شجاعانه ترین کارهایی که میتونی بکنی، چون اینقدر قضاوت‌های بی‌رحمانه‌ای بعضی از انسان‌هایی که روی اینترنت هستن میکنن که به نظرم واقعا شجاعت زیادی میخواد. بعد اینکه من دارم با دوربین گوشیم فیلم میگیرم، خیلی سخته که نگاهی دوربین یعنی دارم نگاه دوربین جلوی گوشیمه، خب بعد نگاهی تصویرم دارم میکنم که نگاهی دوربین بالای گوشی کنم. این یه مسئله. من لوکیشنم عوض کردم. این رو مختون میره، پنکه سقفیه و کاش نمیتونم بکنم، یعنی هر چی من اینو بیارم این ورتر باز یک کوچولو اون گوشه پیدا میشه. اینجوریه که چراغ وصله به پنکه سقفی و من یا باید هر دو رو با هم داشته باشم یا هیچ کدومو. در نتیجه میتونین در تاریکی منو ببینین یا اینکه میتونین اون میبینین که داره یواش یواش وای میسه. یعنی اگه چراغ رو روشن کنم شروع میکنه تندتر چرخیدن. حالا سیستم چیه؟ میتونیم یک کار دیگه بکنیم. بذار اینو خاموش میکنیم. سپس نشون رو روشن میکنیم. این نور پردازی جدید داریم. نظرتون چیه؟ بچه من عاشق گیلاس هستم و اینا رو مستقیما از توی پاکت دارم میخورم، حتی نمیشورمشون، چون که بیا بهشون اعتماد کنیم که گیلاس تمیز میدن دست مردم. که اگه یه انگلی بیماری چیزی گرفتم میدونیم که به خاطر خوردن گیلاس های نشسته بود. این یک کتابیه که خیلی دوستش دارم و توی گودریزم بهش 5 دادم از 5. اسمش هست The Way Forward by Young Pablo. بعد از این کتاباییه که یه فاز حالا spirituality و اینا داره. بعد من حتی میتونم مثلا فال بگیرم باهاش. خیلی وقتا این کار کردم و جواب بوده. مثلا یه چالشی تو زندگیم بوده، رندوم یه صفحه‌شو باز کردم خوندم و جواب مسئله‌ای که داشتم تو اون صفحه بوده. یه صفحه پیدا کردم که یه گل خشک شده و پرس شده وسطشه. برای همین به مناسبت این گل همین صفحه رو میخونیم. اینم در نظر داشته باشین که اگر خطایی رخ داد، من همونطور که مستحضرید زبان اولم انگلیسی نیست و به این دلیله که اون خطا رخ میده. طبیعیه. میگه که It's only heavy because you're deciding over and over again to carry it. و این خیلی به نظر من با اینکه خیلی کوتاهه برای من خیلی معنی میده، چون درصد زیادی از رنج‌هایی که میکشیم به خاطر اینه که تصمیم نگرفتیم رهاشون کنیم. میتونیم رهاشون کنیم، فقط فکر کردن بهشون حال میده. بارشو روی دوشمون داریم در حالی که از زندگیمون به صورت فیزیکی خارج شده اون رنجه. و این منو یاد یه چیزی میندازه که 3 سال پیش توی پادکست انسانک داشتم گوش میدادم و اون کسی که صحبت میکنه آقای حسام یه جمله گفت که این جمله مثل مانترا همیشه تو ذهن منه، هیچ وقت یادم نرفته از اون موقع تا حالا. گفت که فصل، کلمه فصل یعنی جدا شدن، از فاصله میاد، یعنی فاصله از فصل میاد. گفت جمله، حالا بعد از استدلال هایی که کرد، جمله نهایی این بود که لازمه هر وصل فصل است. یعنی برای اینکه به هر چیزی بخوایم برسیم باید از یه چیز دیگه جدا بشیم. دوباره منو یادآوری میکنه به هم یه چیز دیگه رو که یکی دیگه از معانی رشد خارج شدن از محدوده امنه. یعنی اون چیزی که واسه آشناست رو قدم رها کنی و قدم بذاری توی ناشناخته. همه اینا همدیگه رو کامل میکنن و واسه همینه که این تیکه از کتاب رو من هم هایلایت کردم هم دورش گیومه گذاشتم، چون
خیلی کاربرد داره در زندگی روزمره واسه من. دوباره میخونم. It's only heavy because you're deciding over and over again to carry it. Embrace change. Loosen up your self of identity. Let yourself walk a new path. You do not have to ignore or erase the past. You just have to wholeheartedly embrace the present and move on.